که بهشون اهمیت میده و انگیزه، که اتفاقا ورزش هم براش خیلی مهمه و سالهاست که بدنسازی رو به شکل حرفه‌ای دنبال میکنه. اما داستان آیسان خان همینجا به پایان نمیرسه، چون اون تصمیم میگیره که تجربیات خودش رو با همون لحن بی‌پرده و لهجه شیرینش توی فضای مجازی به اشتراک بذاره و این شخصیت خاکی و بامزه خیلی زود مورد توجه قرار میگیره و پیجش طی چند ماه میلیونی میشه. خیلی از تیکه کلماش هم توی این مدت ترند شده. یه سری لقب هم بهش داده شده، مثل عقاب یا پسر شاه، که اگه از طرفدارای آیسانید دوست دارم علت انتخاب این لقب ها رو شما به من بگید. و اما اینم بود از داستان و مسیر آقا آیسان اسلامی، همون پسر شیطون و رکگو که از کوچه پس کوچه های شمال ایران شروع کرد و با کلی چالش و پیچ و خم به یه شخصیت محبوب، بامزه و البته موفق در قلب آمریکا تبدیل شد. آیسان نشون داد که وقتی خودت باشی و از هیچ چیز نترسی، حتی با مسیرهای سخت و بالا پایین فراوون، میتونی به جایی برسی که همیشه آرزوش رو داشتی.